السلام علیکم دوستان عزیز، اینک باز با شما برنامه پیمان تیوه در استودیو قرار داریم و اینک 11 روز می شود که شرف از ربوده شدن شرف الدین گدایف در شهر مسکو و به تاجیکستان انتقال یافتن اون کس سپری می شود و 5 روز می شود، 5 شبانه روز می شود که از قسمت این برادرمان اصلا اگر گویم درک نداریم خطا غلط نمی شود و تمام چیزهای حقوقی، مولدهای حقوقی برای بازداشت شهروند جمهوری تاجیکستان پس سر شدن. اگر روزهای اول افسانه برای بازگشت داوطلبانه او حرف می زدند و اگر این روزها رو گویم که درباره داوطلبانه برگشتن بود و زندانی نبود، هنوز اینک 5 روز می شود که این نفر زندانی است به تأمین حقوقهای شهروندیش و این علاوه بر جنایات بین الخلقی، یعنی ربودن انسان، قاچاق غیر قانونی انسان، علاوه بر این و جنایات مقامات دولتی و مقامات حکومت دولتی تاجیکستان دست زده ایستادند. خب باشد، اگر مقامات مخصوصی روسیه اگر از این قضیه میخواهند که تازه برایند و میخواهند که خود را چنین، یعنی میخواهند بگویند که اصلا تاجیکان قادر نیستند که اونا رو به جوابگری کشند، ولی مقامات خودی دولت تاجیکستان و بگذار اینا هم مطمئن باشن که ما قادر نخواهیم بود اینا رو به جوابگری کشیدن. لیکن میخواستم یک نقطه رو امروز قید کنم و این هم باشد در گرد شرکت هواپیمایی سامان ایر است. یعنی این شرکتی است که در جنایت قاچاق انسان امروز بیوسته دست زد و این بار اول نیست. تمام اون نفرانی که غیر قانونی از دولت روسیه به تاجیکستان استرداد می شدن و دزدیده و برده می شدن، همشون از طریق این شرکت هواپیمایی انتقال می یافتند و پیمان ملی تاجیکستان تصمیم گرفت که این شرکت و سهامان این شرکت را به دادگاه های بین المللی کشد، یعنی تحریم های انفرادی نسبت آن نفرانی که در این شرکت سهام هستند. ما تصمیم داریم همه اونها را به جوابگری در عرصه بین المللی کشانیم و اگر حکومت، یعنی اگر رحمانوف مطمئن باشد که تو در سر قدرت باقی ماندنش کسی قادر نخواهد بود و کسی قادر نخواهد بود او را به جوابگری کشد، یا مقامات قدرتی روسیه اگر باوری کامل داشته باشند که آنها هیچ جوابگری نخواهند داشت نسبت شرکت هواپیمایی سامان ایر باشد، ما چنین اینا چنین مطمئن بودن نمیتوانند. از این رو دوستان گرامی، امروز من میخواهم همتون رو مطمئن سازم که پیمان ملی تاجیکستان تصمیم قطعی گرفته است که شخصان علایده در قاچاق انسان، ربودن انسان دست داشته از
جمهوری تاجیکستان را با هر واسطه، با هر امکانی که از دستمون میاد به خرج خواهیم داد تا این شخصان، یعنی مخصوصا صاحبان شرکت هواپیمایی سامان ایر و دیگران را که در این جنایت بین الخلقی دست داشتن به جوابگری میکشیم. خدا یار و مددگارتان باد دوستان عزیز.